سلام بچه‌ها. امروز میخوام توی این جلسه راجع به کندلا صحبت کنم و بررسی کنم که اصلا این کندلا چی هستن و چه اطلاعاتی رو از چارت به ما میدن. قبل از اینکه وارد جزئیات تحلیل کندلا بشیم، بهتره اول تعریف کندل رو بدونیم و یه نگاهی به تاریخچه‌ش هم داشته باشیم. کندلای ژاپنی ابزارهایی هستن که در تحلیل تکنیکال استفاده میشن تا حرکات قیمت رو در بازه‌های زمانی مختلف به تصویر بکشن. هر کندل شامل 4 جزئه: قیمت باز شدن open، قیمت بسته شدن close، بالاترین قیمت های و پایینترین قیمت low. این 4 عنصر کلیدی به ما نشون میدن که قیمت در یک بازه زمانی خاص چه مسیری رو کلاً طی میکنه. تاریخچه استفاده از این کندلا هم خیلی جالبه. اولین بار تو قرن 18 توسط یک تاجر ژاپنی که توی بازار برنج فعالیت میکرده این روش استفاده شده. از این روش برای پیشبینی قیمت برنج استفاده می‌کردن و با گذشت زمان این روش یه مقدار تغییرات توش ایجاد شد و به یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شد. در دهه 90 میلادی یه شخصی به اسم استیو نیسون این روش رو به دنیا معرفی کرد و بعد از اونم توی بازارهای مالی از این کندل ها کاملا استفاده شد. خب حالا که فهمیدیم کندلا چی هستن، بیایید ببینیم چطور میتونن به ما در تحلیل رفتار قیمت کمک کنن و چه اطلاعات ارزشمندی رو به ما میدن. بچه‌ها کندلا حالا به طور کلی به 3 دسته تقسیم میشن. کندلای صعودی که بولیش کندلستیک هم بهشون میگن، کندلای نزولی که بیریش کندلستیک بهشون میگن، کندل‌های تصمیم گیری یا دوجی. اینا هم خب یه دسته دیگه از کندلا هستن. خب برای اینکه این مفهوم رو به درستی بتونیم متوجه بشیم، بیاد یه مثال براش بزنیم. تصور کنید یه میوه فروش توی بازار سیب میفروشه. صبح که روز کاریشو شروع میکنه تصمیم میگیره سیباشو با قیمت 10,000 تومان بفروشه. مغازه رو باز میکنه ولی انگار اصلا هیچ خبری از مشتری نیست. فروشنده که احساس میکنه باید قیمت ها رو پایین بیاره تا بتونه مشتری جذب کنه، قیمت رو تا 5,000 تومان هم کاهش میده. بعد از گذشت یه تایمی چند تا از مشتری‌ها با دیدن این قیمت پایین وارد مغازه میشن و شروع به خرید کردن میکنن. مغازه شلوغ میشه و فروشنده از دیدن این همه استقبال خیلی خوشحاله. فکر میکنه حالا که مشتری‌ها دارن خرید میکنن چرا قیمت‌ها رو بالا نبرم. اول قیمت رو به 10,000 تومان برمیگردونه. مشتری‌ها همچنان دارن خرید میکنن. فروشنده جسورتر میشه، قیمت رو به 15,000 تومان میرسونه. همچنان مشتری‌ها در حال خرید کردن هستن. با دیدن این وضع فروشنده یه جهش قیمتی میزنه به سیبا و قیمت سیبا رو میکنه 25,000 تومان. اما با گذشت یه تایمی و مثلا شما فکر کنید زمانی که عصر میشه کم کم خریدا کم میشه و مشتری دیگه وارد مغازه نمیشه. فروشنده میفهمه که اگه قیمت رو بالا نگه داره باقی سیبا رو دستش میمونه. پس تصمیم میگیره قیمت رو به 20,000 تومان کاهش بده تا همه بارش رو بفروشه و روز رو با موفقیت به پایان برسونه. حالا اگه بخوایم این روز معاملاتی رو توی یک کندل نشون بدیم به این شکل میشه. فروشنده روز رو با 10,000 تومان شروع کرد، همون اوپن. قیمت رو تا 5,000 تومان پایین آورد، لو. بعد قیمت رو به 25,000 تومان افزایش داد که میشه های ما و در نهایت روز رو با 20,000 تومان بست که میشه کلوز. خب این مثال نشون میده که در یک کندل صعودی قیمت به سمت بالا حرکت کرده و خریداران قوی تر از فروشندگان عمل کردن، همون طبق صحبت‌های اولمون. حالا یه مثال از کندل نزولی. فرض کنید روز بعدی همون میوه فروش دوباره مغازه‌اش رو با قیمت 20,000 تومان برای هر کیلو سیب باز میکنه، چون روز قبل بارش رو با این قیمت فروخته بود. اون اول صبح مشتری‌ها همچنان میان و خرید میکنن و فروشنده خوشحاله که اوضاع به خوبی داره پیش میره، با این تصور که تقاضا مثل روز قبل زیاده. تصمیم میگیره قیمت رو کمی افزایش بده و قیمت رو به 25,000 تومان میرسونه. اما بعد از مدتی شرایط تغییر میکنه. مشتری‌ها متوجه میشن که قیمت زیادی بالا رفته و کم کم خریدا کم میشه. فروشنده که حالا میبینه مشتری‌ها دارن به مغازه‌های دیگه میرن، تصمیم میگیره قیمت رو کاهش بده تا مشتری‌ها رو برگردونه. بنابراین قیمت رو به 20,000 تومان و بعد به 15,000 تومان کاهش میده. اما حتی این کاهش هم کافی نیست. مشتری‌ها هنوز استقبال نمیکنن. فروشنده مجبور میشه قیمت‌ها رو بیشتر کاهش بده
تا جایی که قیمت به 5000 تومان میرسه. حالا که قیمت به 5000 تومان کاهش پیدا کرد، تقاضا یه دفعه زیاد میشه و مشتری‌ها دوباره به مغازه برمیگردن. فروشنده که از این تصمیم و استقبال جدید خوشحاله، تصمیم میگیره قیمت رو دوباره به 10000 تومان برگردونه و روز رو با همین قیمت به پایان برسونه. حالا اگه بخوایم این روز نزولی رو توی یک کندل نشون بدیم، به این شکل میشه. فروشنده روز رو با 20000 تومان شروع کرد. این 20000 تومان میشه اوپن ما. قیمت رو تا 25000 تومان بالا برد، میشه های. ولی بعد به خاطر کم شدن تقاضا و مشتری قیمت رو تا 5000 تومان هم کاهش داد، اینجا میشه لو. وقتی تقاضا دوباره زیاد شد، قیمت رو به 10000 تومان افزایش شد و در نهایت روز رو با 10000 تومان بست، همون قیمت کلوز ما. خب این مثال به خوبی نشون میده که در یک کندل نزولی قیمت ابتدا افزایش پیدا میکنه، ولی بعد به دلیل کم شدن تقاضا کاهش شدیدی رو پیدا میکنه و در نهایت دوباره به یه تعادل میرسه. خب برای مثال کندل دوجی میتونیم دوباره همون مثال رو به نوعی دیگه بیان کنیم. فرض کنید میوه فروش روزش رو با قیمت 10000 تومان برای سیباش شروع کرده. اول صبح مشتری‌ها یه دفعه هجوم میارن و فروشنده از خوشحالی دستاشو به هم دیگه میماله، میگه عالیه، بذار قیمت رو ببرم بالا. پس قیمت رو میرسونه به 15000 تومان. اما بعد از مدتی اوضاع کامل تغییر میکنه. انگار مشتری‌ها دیگه رمقی برای خرید ندارن. کم کم مغازه خلوت میشه. فروشنده که میبینه اوضاع خیلی خوب پیش نمیره، تصمیم میگیره قیمت رو کم کنه تا مشتری‌ها برگردن. قیمت رو از 15000 تومان به 5000 تومان میرسونه. حالا که قیمت انقدر پایین اومده، مشتری‌ها دوباره برمیگردن و شروع به خرید کردن میکنن. فروشنده که این وضع رو میبینه با خودش فکر میکنه خب دیگه وقتشه دوباره قیمت رو برگردونم و دوباره قیمت رو به همون 10000 تومان برمیگردونه. در نهایت فروشنده روز رو با همون قیمت 10000 تومان که شروع کرده بود تموم میکنه. قیمت اول صبح بالا رفته بود، بعد اومده بود پایین و در نهایت دوباره برگشته بود به نقطه شروع. حالا اگه بخوایم این روز رو توی یک کندل دوجی نشون بدیم، به این شکل میشه. فروشنده روز رو با 10000 تومان شروع کرد، اوپن. قیمت تا 15000 تومان بالا رفت، های، و بعد به 5000 تومان کاهش پیدا کرد، لو، و در نهایت روز رو با همون 10000 تومان بست، اینجا کلوز ماست. این نشون میده که هیچ کدوم از خریدارا و فروشنده ها نتونسته بودن یه مسیر قاطع برای قیمت پیدا کنن و تعیین کنن و در نهایت قیمت همون جایی که شروع شده بود بسته شد. امیدوارم بچه‌ها این توضیحات راجع به بحث و مفهوم دقیق کندل ها و اینکه چجوری تشکیل میشن و چطور بالا و پایین میرن براتون روشن کرده باشه که هر کندل چه اطلاعاتی رو از بازار به ما نشون میده. این حرکت‌های قیمت که در قالب کندل ها میبینیم داستانی از نبرد بین خریدارا و فروشنده ها رو در اصل داره واسه ما تصویر سازی میکنه. پس از این به بعد وقتی به چارت نگاه میکنید هر کندل رو به عنوان یه نشونه از رفتار بازار و نحوه واکنش بازیگرای اصلی بازار در نظر بگیرید. امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه.